کم به نقش‌های کشیده شده روی این ظرف سفالی 6800 ساله که در تپه چغاسبز ایلام پیدا شده نگاه کنید. کاملا گویاست که داره صحنه‌ای از جشن یا یک مراسم آیینی رو نشون میده که چند نفر دست همدیگه رو گرفتن و دارن میرقصن. اونم 6800 سال پیش، نشانه از این که ما 6800 سال پیش و حتی قبل‌تر از اون فرهنگ و شادی و آیین داشتیم و مراسمات مختلفی برگزار میکردیم. پس این فقط یک ظرف سفالی ساده نیست، نشانه از گذشته با شکوه ایرانه.